در آ، برو در آ، برو در آ، دارم میگم برو در آ. بزنش بزنش بزنش. درود بر شما به ویدیو جدید بنده. بسیار بسیار خوش آمدید. از اونجایی که ویدیوی گیمینگ قبلی رو دوست داشتید تصمیم گرفتم یه دونه جدیدترش رو بسازم. البته این دفعه یکم متفاوت تره. به درخواست بچه ها این دفعه گیمرهایی که یک نوع گیم رو بازی میکنن معرفی میکنم. خب دیگه بریم شروع کنیم. حرف دیگه ای ندارم. کال آف دیوتی پلیرها. آقا خدا شاده من یه رفیقی دارم توی وایس کال آف دیوتی موبایل با یکی دعوا شد. بعد با هم داشتن بحث میکردن که دودول کی بزرگتره. بعد میگفت عکسشو واسط میفرستم حروم زاده فلان اینا بهمان. آره خلاصه کنم کال آف دیوتی همچین چیزیه. غیر از اون چیزی بخوام بگم هر سال یه مدل بازیو میگیرن و هیچ فرقی با بازی پارسال نداره. خلاصه اینا هر کوچکترین مسئله میتونن به این مسئله ناموسی تبدیلش کنن. از اونجایی که کال آف دیوتی پلیرها واقعا دیدنشون خنده داره 6 از 10 میدم. خیلی خوبن. ماینکرافت پلیرها. ماینکرافت تنها بازیه که دو نسل دارن بازی میکنن انسان ها روی زمین. یعنی من 10 سالم بود بازی میکردم و الان که داداش من 10 سالشه اونم داره بازی میکنه. همه توی یه سری از زندگیشون عاشق ماینکرافت میشن. در حال حاضر دو دسته ماینکرافت پلیر داریم. یک دسته اون بچه‌های زیر 15 سال هستن که دارن خودشون رو پاره میکنن و یک دسته اون جوانان بین 20 تا 25 سال هستن که دارن میگن یادش بخیر چقدر ماینکرافت خوب بود ولی الان خوب نیست. حقیقتا 5 از 10. جی تی ای پلیرها. قبل از هر چیزی برای مرگ جناب سی جی تسلیت میگم که توی آتش لس آنجلس زنده زنده سوخت و همه جا تسلیتش رو گذاشتن. پس منم تسلیت میگم. باورم نمیشه چه میمای چرت و پرتی میسازن توی. خب دیگه وقتشه جدی باشیم و بریم سر اصل موضوع. من راجع به جی تی ای پلیرها فقط یک جمله دارم که بگم. اونم اینه که ظهور عیسی مسیح قبل از جی تی ای 6 خواهد بود. به یاد داشته باشید. برای صبر و شکیباییشون 8 از 10 میدم بنده. بازی ترسناک پلیرها. من دست این افراد رو میبوسم چون کسایی که بازی ترسناک دائم بازی میکنن آدمای خیلی خوبی هن. نه چون خودم بازی میکنم، چون همین جوری. مثلا اگر شما رزیدنت ایول یا سایلنت هیل رو بازی کرده باشید من واقعا دستتون رو میبوسم چون شما یک انسان بزرگ هستید. من به اینا 100 از 10 میدم. شاهکار، دوست داشتنی، بسیار بسیار انسان کسوشه دارم میگم. 100 از 10 آقا. 2 تا 2 پلیرها. برادر نیاز به قرص اعصاب داره. شما کافیه تو 2 تا 2 یه بار بمیری، همون 4 تا هم تیمید 1001 فوش خار مادر بدین. برادر کم مونده قتل مرتکب شود. فقط من حقیقتا به 2 تا 2 پلیرات 1 از 10 میدم چون خیلی آدمای خوب توشون کم دیدم. خب حقیقتا بازیای خیلی زیادی بود که میخواستم بذارم منتها هم وقتشون ندارم چون باید جایی برم بعدن و اینکه تو پارتای بعدی حالا به امید خدا اضافه میکنیم. کاری نداری جوجو. خدافظ.